مشرف شدید. در حالی که ما خانم و دخترها رو میبینم میخوایم کمرشون گپ زنم باز اونا برای یک گزیک گپ نمیدن دیگه تیر خودم یعنی هیچ اهمیت نمیدن. خب باید اونا رو هم درک بکنیم، شرایط فرق میکنه. شاید شما- بر از ما مساعد نباشه. و تشکر از اینکه شما ما رو درک میکنید. من خواهش میکنم، لطف دارید شما. درباره مسئولیتتان بگویید. خب من فعلا کابل هستم و مصروف کار هستم. از کدام جای اومدین؟ مزار شریف. از مزار شریف. از مزار اومدین خوشحال هستید. طبیعی است دیگه. بچه باشیم خوشحال هستیم میباشیم. چی خواندین؟ ما حقوق علوم سیاسی. در مزار شریف. بله، دانشگاه بلخ. دانشگاه بله. دولتی بله. بله اون دولتی است. کدام سالا فارغ شدین؟ 96. 396. خب خویشاونده و دوستای ما زیاد از اینجا فارغ شدن حتما من نام بگیرم شما میشناسید. اما نامش نمیگیرم کالدگران نفهمن. شخصیت‌های فرهنگی جوانای مستعد با ما همکار بودن و ما در طول مدتی که اونجا بودم کارهای علمی هم داشتیم. مثلا سردبیر رفتنامه آویژه بودم، عضویت ائتلاف دسترسی زنان به عدالت داشتم در مشارکت البته و اونجا ماستر ترینرم یک مدت بودم و با دانشگاه همکاری داشتیم. البته دوستای استادای فرهنگی ما حتما میشناسیم میشن. یک چیز یا یک واقعیت در رابطه با شما هست اگه نگویم در دلم قوره میمونه. لطف دارید شما. احساس کردین معقول هستین؟ متوجه نشدیم. بس فکر می‌کنین آینه در مقابل شما امروز بفهمید شما معقول هم هستین. شما لطف دارین، اصل نظر شماست.